السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این روزه میخواهم درباره یکی از مسئله های مهم شیطانی شدن در خواب یعنی ترشوی معلومات دهم. چرا انسان در خواب شیطانی می شود؟ سبب های شیطانی شدن در خواب در چیست؟ آیا دخترها در خواب شیطانی می شوند؟ آیا پیشگیری امکان دارد؟ در خواب شیطانی شدن احتلام در دختران تخمینا از سن 9 سالگی و در پسران از سن 12 سالگی یعنی بعدی به بلاغت رسیدن آنها سر می شود. شیطانی شدن در خواب این نتیجه عملی علاقه نزدیک می باشد که در پسران ایاکولیاسیا و در محبل دختران ترشوی به عمل می آید. پیش از همه شخصانی که بیشتر درباره جنسی مقابلشان بسیارتر فکر می کنند دچار شیطانی در خواب می گردند، چون که میل و خواهش آنها در خوابشان جامعه عمل می پوشد. یعنی شخص خواب می بیند که با دوست داشته‌اش و یا یگان شخص عملی با وجود آوردن بلایی را به جا آورده ایستاده است. می شود حالت‌هایی که پسران خودشان هنگام خواب این عمل را به جا می آورند. عملی در خواب شیطانی شدن در نتیجه بسیار نوشاک نوشیده خوابیدن، غذای بسیار دیر هضم خوردن، با بالاپوشی بسیار گرم خوابیدن، کتاب‌های عاشقانه خواندن، فیلم‌های فحش تماشا کردن و هم در خواب از یگان چیز گرم شدن و عمل آمدنش ممکن است. راه‌های تبابت این کمتر درباره جنسی مقابل فکر کردن، کمتر کتاب‌های عاشقانه خواندن، فیلم‌های فحش را تماشا نکردن، در شب کم نوشاک نوشیدن، غذای بسیار دیر هضم نخوردن، با بالاپوش سبک خوابیدن و از عامل‌های سخت گرم‌زیاد دور بودن میباشد. حالت شیطانی شدن در خواب تا زمانی که فونکسیون جنسی شخص فعال است میتواند عمل کند. این بود معلومات در مورد شیطانی شدن در خواب. باقی سربلند و پیروز باشید.